سلام علیکم. شما میزاج آب منوشتگی شما کشیده میگردید. من برادر شناس شوه هم بالا در جمع آمده به همجا بیاید افترم من همجا جمع بسته میشوم. بیایی که بیو جمع آمده بیاید بیا من نماینده شما دیگه. چی گپه؟ باز هم نماینده آمه بیاد چی مشکلاتی داری گم بزنیم قضیه بدونم که مردم جمع کن نه چی گپ بزنیم ما معلوم بشه. من همسایه آمد بیا. سلام علیکم. بیا. شما لحظه درسته چی گپ اینجا؟ هم نماینده آب باید بیاد مردم جمع کن نمیدونم چی گپ پیدا شد. چی گپ کبودی او یکی. خیلی نمیدونم حوضی بیاد بیاد اینجا. رئیس باب رئیس انا اومد سلام علیکم. و علیکم السلام. شما خیلی جمع شدید. بخشش من مردم جمع کردم. سلام علیکم. مردم جمع کردم. همه اینا مشتریانی که آور استفاده میبرن. همه شما رئیس نگیرید. اینا شما معلم کلام. من حاضر یک دقیقه باقی مونده گفتم نه سه چهار نفر بالا دام. چه خدا شما. حاضر من میفهمم حاضر بالا اینجا گپ زنم دیگه رو. شما یک لحظه من حاضر. من نمیدونم. چی گپ اینجا زنکو چی گپ؟ شما چی دا اومدی؟ ها اینجا چی گپ؟ آمده چی گفته حاضر ها؟ چی گپ اینجا؟ اینجا اون نماینده او بیاد اون مردم جمع کنه من هم خیلی کورت کردم که کاغذ کدام نمایندی او؟ کدام نمایندی او کاری من تماما رسم کردم. شو روشن‌تر گپ زدی. این کار روشنی نداره. فهمیده؟ ها بین مردم این کاغذها تقسیم کردن همه دیدم هم خیلی. ولی بیارم با میبیارم. کیم چی خطگی من ها گویدم خط کشیدم نگویدم. این خودت چی گپن؟ شما آب روشنایی گفتن. انتخاب کن. نافیتی من خودم بریدگی تو در روی دستکار خودم تولد شدی با تو امروز گند نذاری من در تو خط کن بیزنسی من ویران کردم بیزنسی من چه؟ او یگا کودکای نهر پرسه همه از من مصلحت میپرسید کودکاشو اشکندر میشد او میخوردن پیش کی می آمدن پیش انا همه من آمده وای میگرفتم مصلحت من اشکبکود چلپک میکردم کودکا میرفتن سوز یک سوم دو سوم میدادن زندگی پیش میرم اخد کو تو علی گم نزن علی او یک کس سرش در میکرد کودکا گلونکا در میکرد اینجا بیه شما من گلوناشانم میبرداشتم من ایا بریدن اون مونم کار شما یگون کس برعکس دیگه نیست اون کار شما این کورت های علاقه برعکس انا من فهمیدم کدام نوع آدمه این کار برقصی انا همه من کردگی در حقی من همه کار این برای ما در کار برای همه مشتریان این آمده نماینده این گوش کنید این کار شما یگون کس برعکس کردگی نه این کورت های علاقه برعکس یعنی که اینجا با کچی کمبودی باشد من اینجا با همه نویسید یا که نمی نویسید ما برای چه حل نویسید نمی نویسم با یکی من نمیفهمم باید ترمیزه که دیگه اومده من نمیفهمم شما چه؟ نه سل موهیت همین کار نفهمیده موهیت نفهمیده خالای هلال ما هلال خان ما شما چه سلامتی چه من این حالی دهی شما میدونید انان همسایه عزیز شما ده شما بیگون کار آواز بلند نکنید من از بالا شما را گوش کردم من از دست شما بودگی دیدم چی دیدم انا میگم چی است کارت های علاقه برعکس این برعکس تو من گپ یاد نده من نمیدونم اکو من نمیدونم که اینجا چی گپ خبر افتاده است من از انکو همه فهمونده یک تا به یک تا من خوانده نمیدونم یکی من آدما جوونا دخترای جوان خونده نمیدونم من یاد نده تو فهمیدی یک دقیقه شما یک بار نگاه کنید من خدا جان اینجا ببینید برادر اینا یک شروع کنید بازی باقی مونده تقسیم میکنم شما یک دقیقه خاله هلالما خان با دقت گوش کنید این حوض سخنی که در اینجا میرود این برای آینده
برای آبی نوشاکی، آبی تازه، سلامتی هر یک فرد، سلامتی جامعه، سلامتی اهل دهه شما. من شما را فهمیدم، سخنهای شما را از بالا گوش کردم. گوش کنید. بیزنسی من فهمیده ویران اینجا کرده. بیزنستون بیزنس در کنید. گوش کنید. گوش کنید. من گوش کنید. آیا مقدار آبی نوشاکی که به شما انتقال کرده می شود برای قانع کردن احتیاجاتتون بسنده میکند، یعنی بسنده هست یا نه؟ وقتی آب خانه شما میبیاد، اگر شما بسنده باشد تکش به خط میکشید، بسنده نباشد نه. وقتی در حالت شما نگفتید باز این حالت را دیدم میبرایم آب زیاد میکنند. من دویمش ببینید، آیا هنگام قطع گردیدن آبی نوشاکی بیش از یک شبانه روز تامین کننده به شما آب را با دیگر واسطه، یعنی ماشین ها و دیگر واسطه دسترس میکنند یا نه؟ و اینا شما اینا منفیت چه فهمید؟ ها یا نه؟ ها یا نه؟ فهمیدم اکو. اینا شبیه آیا خانه شما با شبکه‌های کانالیزاسیونی یعنی آبپارتو پیوست است یا نه؟ یا انا نگاه کنید نشه قبورهای شما در حالت صدموی اگر قرار داشته باشد سری وقت تعمیر کرده می شود، یعنی علامت سوال ها یا نه؟ انا شود همین است، نشود نمیده. خلاصش دیدم میبرم. اینا من نفهمیدم. اینا من از زنکا دیگر خیلی فهموندم. بعضی من رفته زنکا نشان میده. اینا من فهمیدم. من خاله هلال ماه میگون. از راه زدم. از راه زدم من رفته حاضر میفهمیدم که این به فایده ما بود است. انا خاله هلال ماه جان عزیز دیدید با همه فهمونید این پیشرفت این برای یعنی در سر وقت رساندن آبی نوشاکی این با فایده ما آبی تازه فهمو؟ فهمیدم. خاله هلال ما به پیش همکاری کنید با جمعیت. سلامت باشید. خیرت فهمیدا؟ استاد بخشیش شما فهمیدید مشتریان عزیز، همسایه مهربان، دیدید باید بین ما و شما انخیل همدیگر فهمی باشد. یعنی سری وقت آب رسد، وقتی قبورها اگر از کار برآمد سری وقت باید شما خبر دید. مادر عزیز شما هم خواهر عزیز برادر شما هوشیار شدن در کار. یعنی این جمعیتی که برای پیشرفت برای در سری وقت رساندن آب تازه با شما همکاری دارد میخواهد که در بین همه محله شما همیشه همدیگر فهمی باشد. یعنی سری وقت آب نوشیدنی به خاندان همه شما عزیزان رسد که این برای آینده سازی برای سلامتی هر یک خاندان ما و شما عزیز است. سلامت باشید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. سلامت. همه زبان بفهمد. همه آبی تازه گروی سلامتی هر یکی ما و شماست.